مسجد دیوانبیگی. در میان بناهای تاریخی کابل، مسجد دیوانبیگی یکی از یادگارهای مهم مذهبی و شهری، بازتاب از دگرگونی‌های سیاسی و عمرانی چندین دوره تاریخی را در خود نهفته دارد. از عصر گورکانیان گرفته تا روزگار درانیان و سپس تحولات متأخر این سرزمین، در گذر دیوانبیگی نزدیک به شور بازار کابل مسجد جامع قرار داشت که تا سالهای نچندان دور نیز پابرجا بود و همچون نشان از تاریخ کهن این شهر جلوه می کرد. بنای نخستین این مسجد به دوره حکومت گورکانیان هند باز می گردد، زمانی که حیات خان ترین ملقب به شمشیر خان در نیمه دوم قرن 11 هجری قمری از سوی اورنگزیب به عنوان حاکم کابل تعیین شد. شمشیر خان در دوران حکمرانی خیش در نزدیکی بالاحصار کابل مسجد جامع بنیاد نهاد که ساخت آن در حدود سال 1069 هجری قمری به پایان رسید. او برای ثبت این اقدام کتیبه های سنگی با نقش تاریخ بنا فراهم آورد و آن را در دو سوی مسجد نصب کرد، کتیبه هایی که تا قرنها بعد همچنان پابرجا ماندند و یادگار بانی نخستین این بنا شدند. اما گذر زمان و دیگرگونی‌های سیاسی این بنای استوار را از گزند ویرانی در امان نگذاشت و مسجد به تدریج رو به خرابی نهاد تا آنکه در دوره تیمورشاه درانی همزمان با تقسیم اراضی پیرامون بالاحصار و اجرای طرح‌های عمرانی ناحیه بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در همین چارچوب زمین وسیع در بخش غربی بالاحصار به سردار عبدالله خان دیوانبیگی واگذار شد تا در آن به احداث باغ، خانقاه، منازل و دیگر تأسیسات بپردازد. در این میان مسجد کهن شمشیرخان که ویران شده بود به همت دیوانبیگی از نو ساخته شد. آنچه در این بازسازی شایان توجه است امانتداری او در حفظ میراث گذشته بود، چرا که کتیبه های اصلی مسجد را بار دیگر در بنای جدید جای داد تا نام و حق بانی نخستین آن از میان نرود. این اقدام را می توان نمونه روشن از توجه به میراث تاریخی در همان روزگار دانست. همزمان با بازسازی مسجد مجموعه از بناهای وابسته نیز در پیرامون آن شکل گرفت، از جمله دیوانخانه، زرگرخانه، خانقاه، قوشخانه، اشترخانه و دکانهایی که به صورت بازارچه کوچک به فعالیت می پرداختند. بدین سان مسجد دیوانبیگی تنها مکان برای عبادت نبود، بلکه به مرکز اجتماعی و اقتصادی در بافت شهری کابل بدل شد. این مسجد که پیشتر در میان باغستان‌های اطراف بالاحصار قرار داشت، پس از بازسازی در دوره درانی به نام مسجد دیوانبیگی شهرت یافت و تا سالیان دراز به عنوان یکی از نشانه‌های هویت تاریخی آن ناحیه باقی ماند. در دوره‌های بعد نیز تلاش‌های برای تجدید بنای این مسجد صورت گرفت. در زمان امیر حبیب الله خان ملکه سراج الخواتین در اندیشه بازسازی آن برآمد، اما نگرانی از تغییر نام و فراموش شدن هویت تاریخی مسجد سبب شد که این اقدام در شکل اولیه با مخالفت روبرو شود. سرانجام بازسازی‌های انجام گرفت
که در آن نام و هویت تاریخ مسجد همچنان محفوظ ماند. پس از روزگار امیر حبیب الله خان، کابل همچنان مسیر دگرگونی‌های پی در پی را پیمود و بسیار از بناهای تاریخی این شهر از جمله مسجد دیوانبگی در معرض تحولات گوناگون قرار گرفتند. با گسترش تدریجی شهر و تغییر بافت‌های کهن، گذرها، بازارها و محلات قدیمی دستخوش دگرسازی شدند و برخی از آثار تاریخی یا در میان ساخت‌وسازهای نوین کمرنگ گشتند یا به تدریج آسیب دیدند. در دوره‌های بعد هرچند توجه به نوسازی شهری افزایش یافت، اما همزمان بخش از میراث کهن کابل در سایه این تحولات دچار فرسایش یا دیگرگونی شد. مسجد دیوانبگی نیز از این روند برکنار نماند و با گذر زمان نشانه‌های کهن آن کمتر و کمتر در منظر عمومی نمایان گردید. در دل پرهیاهوی شهر کهن کابل، در کوچه پر از رمز و رازی که به سوی محلی مشهور عاشقان عارفان می رود، بنای وجود دارد که ایمان، عشق و معماری در هم می آمیزند. مسجد دیوانبگی یکی از جاهایی که دستان وفادار به سنت بر زخمهای آن التیام دوباره بخشید و این بنا دوباره همچو ققنوسی که از خاکستر برمیخیزد جان گرفت. اینجا مسجد دیوانبگی است و شما بیننده آوای کهن از دریچه فراس هستید. تا آخر با ما همراه باشین، قصه، حکایت و داستان‌های مردمی را با ما بشنوید. بیننده های عزیز، دو تا از هموطن نازنین خود با خود داریم که با ما همراه باشین، همراهشون معرفی میشیم و کارکردهایشان، زحماتشان در این مسجد و خاطراتشان رو بشنویم. سلام، وقتتان بخیر. سلام وقت شما بخیر. خدا سلامت داشته باشین. سلامت باشین، لطف کردین. سلام خدمت شما. علیکم سلام. سلام به خود شما، برای بینندگان شما که ما را از طریق تلویزیون شما میبینه. سلامت. انشالله که خوب باشن، از این حوادث اخیر امان باشن، بر امان باشن، انشالله بخیر تیر شده باشن. سلامت باشین. آجی صاحب، خدا مختصر به بیننده های عزیز معرفی کنن، ببینن با کی طرف هستیم. با کلگی با طرف هستیم مدارم جان. منظور بی است که معرفت حاصل کنن. من خودم مدارم عبدالجلیل هستم، بچه قاری عبدالغفور. سابقا تقریبا از سال 1332 ما در این منطقه تولد شدیم. ما تا فعلا در این منطقه هستم. من این خدمت گذاری یعنی مسجد همین بعض مردمایی که هستن اینجا همراهشان با تماس هستیم. ماشاءالله. خیلی خوب خاطرات دارید، میایم سر خاطرات انشاءالله. خاطراتی نمیشه که یادت بچه بودیم، طفل بودیم، کلان شدیم، بزرگ شدیم، به این سن رسیدیم. تا بار کدام چیزی نمیدونم. چیزی مثلا چی چیزی؟ کدام چیزی از مردم خود، از آلبات چهار طرف خود ندیدیم. ما خوبی و خوشی زندگی کردیم. تا فعلا زنده هستیم. این 76 سال عمر دارم. ماشاءالله. دیگه فعلا دیگه توکل ما با خدا ببینیم که چی میشه.
بیا خدا مهربان است. چیزی که در دل دارین و هر هموطن دیگه ما داره خداوند اجابت کنه. شما اگر خدا مختصر بگید های از معرفی کنین. شانه حاجی محمد عثمان فهیم، فرزند حاجی محمد بابان، باشنده امینای اول از قدیم. سلامت باشین. ما شنیدیم میگن که شما یک مدت نماینده اینجا بودید. بله، یک مدت 20 سال در خدمت مردم بودیم. سلامت باشین. از پیش پدرم بود. پیش از اون پدر بزرگوار مسجد حاجی محمد بابان کلگی به نامش آشناست. همین قصه شورا بوده. جان، همین قصه خانواده شما را از دان حاجی صاحب میشنویم که آدم تعریف خود از یک کس دیگه بشنوه لذتش بیشتر است. خب هستی حاجی صاحب، شنیدیم که در قسمت آبادی، ترمیم و حفظ نگهداری از این مسجد خانواده وکیل صاحب سهم بیشتر داشتن. اگه میره کم روشن بسازه. بله، مربوط بابان بود، حاجی صاحب بابان بود که اون خادم از این مسجد بود. ما به این مسجد خدمت میکرد و این کاکایی که هستین فعلا هم تقریبا 25-30 سال میشه که اینجا هست خدمت میکنه و نگهبانی هم مسجد هم میکنه. بله. و فعلا حاجی صاحب فوت کردن، بچه‌اش هست، بچه‌اش نماینده بود. خدا مغفرتش کنه. دیگه اینا فعلا هم هستن اینجا. ببین بزرگ کاری وقت و ناوقت اینجا در کار میشه، مثلا اجازه ضرورت پیدا میشه، یعنی حاجی صاحب بسیج هست. مثلا اگر نام برین در چی چیزا سهم گرفتن، چیزی که در ذهنتان باشه؟ چیزی که سنینی مسجد صاحب نگاه کردیم، این مسجد جور کردیم، چاپه شد، پس از نو جورش کردیم. چه وقت چاپه شد و چقدر چاپه شد؟ تقریبا چند سال میشه دیگه. سال 82 دوباره بازدید. این مسجد که هست برادر عزیز به اجازه کاکا جلیل به احترامی نشه، یک مسافر مستان میگن ما از جای یک جای تیر کردیم در یک محل خورد مکلام شدیم بیشتر. دیگه مسجد در سال 1009 اولین تأسیسش است که تاریخش چیش است. تقامت 400 سال بیشتر داره. دیگه بعد از این در سال 82 که حکومت انتقالی که آمد و توسط پروژه آقاخان تحت نظر انجینر حبیب و دوباره که ما سیل تلاش کردیم، کوشش کردیم، چون اثر جنگ‌ها زیاد آسیب دید مسجد. چیزی که توان به دست مسجد مردم بود، به دست پلیس بود، دست به هم دادیم، جورش کردیم. جمعه خانی نداشتیم، باز جمعه خانی را جور کردیم. بعد از او آقاخان چند بار که ما پیشنهاد کردیم، چون ما مصروف بودن نتوانستن، باز ما که شروع کردیم باز آمدن خیر ببینن. تقریبا در مدت 6 ماه سر از این پروژه کار شد، لوحش و بند است. دوباره مسجد برقش و خودش به شکل سابقش پس دوباره ایمار شد. یک مسجد است که سابقا بسیار دیگه نمازهای حالم خوانده میشه، به سابق بسیار به شوق و شور پدرم خدا ببخشد در مدان مسجد استاد میشد، همه که احترام میکرد داخل مسجد میاد. دیگه جای افطاری داشتیم، مستری صاحبای بودن از وقت مکاکا جلیل معلوم است، دسترخوان آوار میشد کلگی بدر. او وقتا شب 6 سپاره میخواندن. شب 6 سپاره. چند بجه شروع میکردن؟ 6 سپاره. از وقتیم شروع میکردن دیگه تا 10:30 خلاص میکردن. این مسجد داخلش ببینین قدر زیاد جای نداره. چند خانه در اینجا در این مسجد سهم داره و چطور میتونستین که نماز عید اینجا ادا کنین؟ کفایت میکرد؟ دو طبقه بود، بیرون شام جای بود، داخلش دو طبقه است. ما بالا هم بود، بالا هم است؟ پایین هم بود. فعلا این پایین جدا شده از سالون نمازگذاری؟ جدا شده به خاطر از اینکه وقت و ناوقتی که مثلا نفر کم باشه و وقتی که بیاین اینجا نماز میخونن. حاجی صاحب، دیوانبگی خود یک منطقه دیگه کابل است. چطور این مسجد به نام دیوانبگی مسما شده؟ از پدرتان چیزی نشنیدین؟ از پدرها چیزی نشنیدیم. خب من تا این گذر به نام گذر دیوانبگی و گذر شترخانه بود. سابل به نام گذر شترخانه یاد میشه. بله. اینجا موجود سمت شترخانه بود، موجود اول بود. بله. بعد از اینجا اینا مکتب جور شد و بعد مکتب خلاص دیرانه. اینجا واقعا شتر موجود بود یا؟ بله. خب اگر چیزی شنیدین قصه کنید. بله، شترها بود که سابق این تعمیری که اینجا جور شده. بله. این تعمیر به سرای بود. سرای شتر. سرای شترها بود که خانه اتاق خود شتر داشت، حلقه داشت که هر که شترهایی که مثلا از خانه بود از بازای بزرگایی که بله. اطراف اینجا مال و چیزا براشون میامد و اطراف زمین داشتن. بعد شترهایشان در اینجا میامد
بسته میکردن مالی های خود تخلیه میکردن. امی قصه کدام سال است که بیننده ها بهتر بفهمند؟ این قصه است که تقریبا 50 60 سال یا 100 سال پیش است. 100 سال پیشتر است که 100 سال پیش. وقتی بود که او وقت موتر نبود و بیشتر از اسب و قاطر و شتر استفاده. از اینجا کدام کاروان هم میرفت کدام طرف یا مردم عام شتر استفاده مردم عام بودن. مردم عام بزرگا بودن، مثلا بزرگ عبدالحکیم خان بود، خواجه صاحبی یک نفر دیگه بود، عبدالرحیم یک نفر از جاجی یا بود. بله. این نفرایی بودن که مسابقه هم اینجا بودن. دیگه از این مردم مال هیچ کس نمونده. از این مردم مال هیچ کس نمونده. ولی این نشانی ما ماندیم، ما مردم هم میبینیم چطور شدیم. باشی حاجی سیرات و حاجی سیرات خدا مغفرت کنه. حال که دیگه باقی مانده این نفرایی که هست این ماسین دیگه سابقه به انشالله که خداوند شما رو حفظ کنه. از رمضان گفتین این تو کدام خاطره جالب است، کدام ختم یا از جریان خود رمضان دارین؟ خاطرات زیاد است. در قسمت اول سابقا در وقتهای قدیم شارنه و وزیر اکبرخان و چیزهای وجود نداشت. کل همی کابل منطقه شد شهر قدیم کابل. اینجا وزیرها میشیشت، اینجا بعد سردارا میشیشت. کدام تاش نامش اگر در یادتان باشه؟ همین سردارا برای کاکا جلیل معلوم است. همین سردار چی نام داشت؟ سردار عبدالعزیز خان بود. پدرش مازالله خان بود، پدر خانمش عطاالله خان بود. بله. اینجا خانهش بود پیشتر. و اینا پیردارخانه و سرباز و پیردارخانه و چیزا نداشتن. دیگه اونو میاد سراچه اینجا داشتن، اونجا میمان و چیزایشون شما یک نفر دو نفر میلازم چیزا داشتن داشتن. بله. دیگه تو سرباز و دیگه چیزا نداشتن. تنها خانهشون. طرف صبح اینجا پاشی میشد، جغل انداخته میشد. یک کوچه بسیار چقر بود. در کاکا جلیل معلوم است که در یک دکان دست پیش میکردی دستت نمیرسید. دکانا بسیار به این حد پایین بود. بسیار پایین بود. بازی بس سال زمان که چیز جغل منداختن بازی پر شدم. یک متر از زمین. خب آجی صاحب بگم این حرفتان تکرار کنیم که مایک نبود. تقریبا 1 متر 1.5 متر از زمین بالا برآمده. بله. 1 متر 1.5 متر. مسجد هم به می سطح که امروز میبینیم به می سطح بود. زینای علیحده داشت. زینای علیحده داشت. زینای بالاتر داشت کمک. بله. و این دکانایی که می‌بینید در زمین است. این دکانا مثل قفس شواره بلند بودن. یک اشتک قدش نمیرسید. یک چیزی بگیره. بازی در کدام سالهای تو بلند شد یا کم کم در جریان سالها؟ کم کم در سالها اینو کم کم آمده بلند شده. بله. باز چه وقت پخته شد یا نشده هنوز؟ پخته نشده، تنها سنگکاری و این چیزایی شد. سنگکاری شده. یاد آقا خان با در سال 82 که اینجا اومدن پروژهشان شروع شد تا سال 87 همینجا بودن. کار کردن، کوچه سنگفرش شد دیگه. خود ما بودیم در کار، تمام کثافات هایی که از طول زمان همینجا باقی مانده بود وار انتقال دادن. بسیار کارهای زیاد شد در این منطقه. فعلا همین خوبیات از این منطقه و مزایایی که سابق بود حالا نیست، چون به مثلا از هر ولایتی مردم اومده. مردم اصل کابل بسیار کم مانده. بله. تعداد محدودی که هست فیصدی هم حساب نمیشه مانده. من تا چی وقت شب دایمارم میشه تا صبح از شارنه و از باغ بالا و از تمام دیگه جای مردم همیشه می آمد تا صبح. کوچه چراغان بود. خوبی رمضان گفتی پیشتر خودت. رمضان وقتی که جا افطاری اوار میشد موسفیدا بزرگان می بود. ما طفلا که روزاب نمی داشتیم که از ما رو نمیگفت که برید از سرخوان نشینید. کلشان می غرض نگیرید. هنوز اون رسم مانده. اون لذت غذا و چیزا حالا نیست. و همه چیز مزه. طفلا رو می دوانید؟ نه حالا خوب وقت نمیاد. زمان فرق کرده فعلا. همین محیط فرق کرده، گپا فرق کرده. این مردم مهاجر شدن رفتن. و اوضاع جنگ هم سر روحیه خیلی تاثیر گذاشته. خداوند وطن دیگه آرام داشته باشه. از وطن کرده جای خوب جای نیست. کسایی که در خارج هم هستن باید از تاریخچه سابق کابل گریه میکنن. اما کسایی که هنوز اینجا حضور دارن، قصه هایی که میشینیم یگان شب نشینی قصه میکنن، براستی آدم حسرت میخوره که عجب زندگی داشتن. ولی ما امروز روز جمعه که میشد دیدان سنگ تراشی پیشوری
گودی پران فروش های جایی نبود. ما خود ما تار میگرفتیم، تار در تار اشت انگلیسی زورمان نمیرسید، با تار اشت چینایی میخریدیم. اشت انگلیسی قیمت‌تر بود. قیمت‌تر بود. حالا او تار نیست، چیزا برآمده، پلاستیکی برآمده. شما دیگه از دوره تارای نخیسته. نه ما خود یادم میاد کلش باز بسیاری وقت دم پیشوری خانه تار شیشه میزدیم بزن. خب بمیشه گودی پران بازا بودن، نور گودی پران ساز بود که حالا گودی پران جور میشه. هنوز هم او یک مثل خواره بود، حالا که یاد میکنی شیرینی میشه به دلت همون صحنه. بله. خاطرات خوش. مردم کابل بسیار مردم بی‌غرض بودن، با کس کار نداشت. بی‌غرض بودن و در هر حال خوش زندگی میکردن. عاجز بود، زندگی بسیار خوب میگذشت، احترام بود، عزت بود، آبرو بود. این گپا بسیار زیاد بود. کاکای قندم در رابطه با خود تعمیر دیوان بگی، اگر مسجد دیوان بگی صحبت کنیم، تا فعلا چند باری سیما و شکل تبدیل کرده؟ شکل تقریبا هیچ تغییر نکرده. این چیزی که هست. بله. منتها یک کنون طرفش چپه شده بود، طرف جایی که فعلا نوزون خانه است، همکارا مواد خام بگیرن بس میبینن بیننده های عزیز. اون طرف چپه شده بود، بازی همین آقای خان محمد پسیر دمشار 80 چند بود محمد دیگه فستانی کردن. باز دوباره به حالت اولیش مثل همون جورش کردن. حالت اولیش شد. در جریان تحولات مسجد کلا شهید شد یا قسما شهید شد؟ چی وضعیت داشت؟ قسما کلا شهید نشد. مسجد همون حالت سابق خواهد است. در جریانی که جنگا شدید شده بود در کابل، ان شاء الله کدام صدمه کدام چیزی در وجود نه. اینجا کدام مقتدی داشت یا که همه مردم برآمده بودند در جریان شدت جنگ؟ جریان جنگ هیچ کس نبود. هیچ کس نبود. هیچ کس نبود. رفته بود. یک قبلگاه صاحب عزیز زنده بود. پدر عزیز زنده بود. و این از بیرون خودش نمیشد، از داخل خانه آذان میگفت. از داخل خانه از اینجا از داخل خانه خود بیشتر خانه شد. خانه خودشون بود، از اینجا آذان میگفت و کسی که اینجا بود میامد دیگه، در غیر از هیچ کس نبود. هیچ کس نبود. وقتی که تازه پس برگشتین مسجد در چی حالت دیدین؟ با مو حالت عادیش بود. خب قضیه تخریب نشده بود. نه پنجره و چوبش هم کسی نبرده بود. بعض مساجد را که مساجد قالین داشتن، همین بعضی قالینا اشتباه بود، همین چیزا رو برده بودن. من می‌خواستم امیر اشاره کنم. همین چیزا رو برده بودن. اونجا اتاق در گرفته بود. اونم اتاق اوشو در گرفته بود. دیگه در سر مسجد داخل راکت خورده بود. اما پنجره‌ش می‌بینیم سالم است. او خب باز تغییرات شد، جور شد دوباره. من تا تغییر نکرد مسجد. یک اینم تواخانش که اوسه شد از بین رفت. دیگه کل چیزی به سر حالش است. به اون شکل که سابق می‌بینی، این دروازه اون طرف بود، تو لیش آمد مابین. دیگه اون دروازه میرفتی اون طرف. دروازه در اون کنج بود. با اون خاطر کنار زمان نمیره اصل حکومت دارای وقتا مالم خوب است. خوب بسیار توجه بود، برقایش 24 ساعت بود، منقلات چالان بود دیگه، چوب زمستان هم میداد، دولت میداد، نقل ختم میداد، بسیار جمع جوش بود در ترابی، بسیار بیروار بود، بسیار با عزت و با اتیا خاطره جالب دارین بر ما قصه کنین، مثلا در کدام ختم کدام اتفاق افتاده باشه یادتان نره، بسیار خنده‌دار باشه؟ خاطره جالب این بود که وقتی از طرف دکتر نجیب رئیس جمهور وقت همینجا یک کمک آمده بود به حساب گندم و چیزها میداد برای مردم محل. باز همیشه چون گندم ها در این مسجد بود، شب ما آقای ما از پای مایی بود، ما کتش بودم در این مسجد باش که گندم ها به صبح توزیع شد. باز من رشتم اینجا همت خواب برده بود، پدرم چون نمیتونست مرا بغل کنه، من همت مانده بود رفته بود خانه. یک وقت شب که خیستم که مسجد روشن است، تنها من تنها هستم، واقعا ترسیدم دیگه، میجای من تستاد موند. باز آمدم دان دروازه دگر حال صاحب خدا ببخشه امام مسجد بود، همه تستاد بودم تا که صبحکی بر نماز صبح می آمد آذان میگم. او که آمد بیادر دروازه رو واکد، چون مرا دید او از من ترسید، ای چی حالت است، پیشتر آمد کی هستی مثلا کردم گریه کردم که من هستم.
نه جرأت پاییدن داشتی نه جرأت رفتن. نه جد و او دروازه صاحب هم از ما ترسید. او گویداری چی گپ از این وقت تی وقتی چیز را من نبینم. آخر که پیش آمد گفت بچه بابام دوستی بچه آجی. با آقای مرا منت کرد که تو را مانده. مرا زار طرف کردی. قریب بود بیچاره را قبض رو کنی. اگر کدام پیام دارین میشنویم بفرمایید. پیام کدام چیزی مشخصی ندارم. خداوند شما رو سرفراز داشته باشه. همچنان همیشه ما وارسی کردیم وارسی میکنیم. سلامت باشه. دیگه نه برای ما یک افتخار است که سیستم هم برای شما کار دیدیم سخن گفتیم. افتخار در اصل از آن ماست که با گنجینه های زنده افغانستان چند دقیقه هم کلام شدیم است. گذشته ها شنیدیم. سلامت باشه. شما رو به خدای حق میسپارم. یک جان تشکر. لطف کردید. سلامت باشید. بیننده های عزیز یک مهمان جدید داریم با اینا صحبت میکنیم. سلام وقتتان بخیر. سلام علیکم و علیکم السلام. خوب هستین؟ شکر بخیر باشه سلامت باشه زنده باشین. آرام باشه. ما شنیدیم که شما در این مسجد نیستین، یک مسجد دیگه هم داریم ولی بازم گهگاه تشریف میارین و ما تازه آمده مصروف پاکاری بودیم. اگر می با بیننده های عزیز قصه کنین. دیگه فرض رب العالمین کنه مؤمن مسلمان جور سعادت و آرام باشه. دیگه عبادتگاه خداوند است. ما همیشه میایم یگان وقت نمازم میخونیم. خدا قبول کنه. به جمال همیشه خانم مسجد بود. آدم همیشه شکر زندگی میکنه. همین دوست کل همی اولوس منطقه و سایه دوستش دارم. دیگه اگه هم صادق بدیدار همی و بعضت هست میایم همیجا گلندی افتیده بود باران شده بود همی کار یک شستشوی کردیم که دوست سر میرسن. دیورا خامه است که باران شد طبعا گل میشه. دیگه خامه از گل افتیده بود همی کار روشن بود همی کار شستیم بود کار ثواب و خیر است. سلامت باشین. خداوند اجر حسنه است. کابل زیباست، کابل تاریخی است و کابل با شجاعت و با همت و با غیرت است. سلامت باشین. دیگه میگه به خدمت دین اسلام است. ماشاءالله. کاکای قندم دفعه اولی که در این مسجد آمدین چند سال پیش بود؟ یادتان میاد؟ ما پیشتر صحبت برات کردم که یک مدت کم وقت شده هستیم. در حدود دیگه ما در حدود چند سال شاید شد؟ دمی وقت جنگایی که در کابل بود از ما بعد تا وقت ما در کابل زندگی میکنیم هستیم. ما دمیجا هستیم شکر زندگی میکنیم دمی نوی اول. سلامت باشین. خودم هم میجستم فامیل هم میجست بچه هم میجستن. دیگه وطن رسول استالوف است ولایت ما کابل است. ماشاءالله. فعلا ناجی صاحب فهیم جان هم پیشتر که صحبت کرد یا شکر پدرش خودش از همینجا بودن و خورد کلان شد. زادگاه هم اینجاست و ما از دن دیگر هم شنیدیم که اینا خدمتگار به این مسجد بودن و همین پدرش بود از و چون خدا بخش رو خواهد کرد باز خود از شکر خداوند سر بلند داشته باشه. حالت داشتن میجا با مردم بسیار یک شیرین و مبارک آدم است. سلامت باشین. دیگه بعد ما از تمام دوستا و برادرها خوش هستیم. یه وطن ما شما شکر بسیار تاریخ خوب داره بسیار الحمدلله. مثلا از این تاریخ خوب یا خاطره خوش یا چیزی در ذهنتان باشه که بیننده های عزیز مستفید شه. حاجی صاحب دق نبرین برمیگردیم ان شاء الله. خوشی جمع از کل مؤمن مسلمان باز خصوصا از مردم شریف کابل ما و خصوصا از تمام افغانستان ما شما. خوشی ما هم است که دست با هم بتیم برادری بکنیم دوستی بکنیم شفقت محبت دیگه وطن خود دوست داشته باشیم جوان خود سفید خود خاک خود ننگ خود ناموس خود همیشه وقت کمر به میگه بسته باشیم که ما باید با وطن و به خاک و به تمام ملت خود خدمتگار باشیم که وطن تاریخی است. بله. افغانستان تاریخش انشالله به جهان روشن است که یک جای خاص است. دقیق است و تا ما خدمت نکنیم کسی دیگه خدمت نمیکنه. خود ما باید خدمت بکنیم خود ما داغوش بگیریم. 100%.
بعض مکان ها فقط یک نقطه روی نقشه نیستند، بلکه نفس میکشند، خاطره دارند و آرام قصه میخوانند. این بنا فقط یک بنای تاریخی نبوده، بلکه آرامگاه دعاهای خاموشانه نزد درگاه الهی می باشد. بیننده های عزیز، کی بود داشته های امروز که تقدیم شما معززان شد. تا برنامه و روایت دیگر شما را به حضرت دوست میسپارم. الله نگهدار. امروزه توجه به حفظ میراث تاریخی و بازشناسی هویت شهری به عنوان بخشی از مسئولیت فرهنگی بیش از پیش مورد نظر قرار گرفته است تا آنچه از گذشته به یادگار مانده برای آیندگان محفوظ بماند و روایت تاریخ این سرزمین همچنان در حافظه زمان جاری باشد. قسمی که در ویدیو مشاهده کردید، این مسجد دوباره توسط بنیاد آقاخان ترمیم گشته و مورد بهره برداری قرار گرفت. و بدین گونه بود که مسجد دیوانبگی در گذر قرنها از ویرانی به آبادی رسید و همچنان به عنوان روایتگر زنده از تاریخ کابل در حافظه این شهر باقی مانده است.